آشنایی با شخصیت‌های داستان سیاوش در شاهنامه. مادر سیاوش. او دختری از نژاد گرسیوز و فریدون بود. روزی پدرش مست به خونه میاد و شمشیر میکشه و میخواد اونو بکشه. اون از خونه فرار میکنه و در بیشه‌ای پناه میگیره تا مستی از سر پدرش بپره. گیو و طوس که برای شکار به اون بیشه رفته بودن اونو پیدا میکنن و سر دختر دعواشون میشه. درگیری که بالا میگیره به پیشنهاد یکی از همراهان برای داوری پیش پادشاه کیکاووس میرن. کیکاووس از دختر خوشش میاد و اونو به همسری میگیره و سر گیو و طوس بی کلاه میمونه. سیاوش فرزند کیکاووس و همین دختره. فردوسی بزرگ نام مادر سیاوش رو در شاهنامه نگفته. اون پس از بازگشت سیاوش از زابلستان بیمار شد و درگذشت. اگه دوست دارید داستان پیوند کیکاووس و مادر سیاوش رو ببینید، حتما سریال داستان سیاوش رو از اینجا تماشا کنید.